رازهای دانشمندان. این ترفند رو انیشتین هم استفاده میکرد و حتی دانشمندان ناسا هم از این قانون فیزیک استفاده میکنن. حالا تو هم میتونی یاد بگیری. با کشیدن چند خط مستقیم دوره یه مورچه میتونی جلوی پیشروی اون رو بگیری. این به خاطر ترشح اسید فرمیک تو مورچه است. اگه جلوی یه موقع خط مستقیم بکشی روی زمین خشکش میزنه، انگار که طلسم شده. این رفتار ترکیبی از حس ترس و غریزه بقاه. کمی پودر لباسشویی روی یه تیکه دستمال بریزید، اون رو به صورت لول در بیارید و با دمپایی پدرتون رو اون بمالید و بعد به آرومی فوت کنید. دستمال به سادگی آتیش میگیره. در مواقعی که کبریت نداری عالیه. اگه برق خونه قطع شد کافیه یه مقدار شن بریزی تو لیوان، کمی آب بریزی و کمی روغن خوراکی و یه تیکه پنبه فشرده رو در مرکز لیوان قرار بدی و روشنش کنی. شمعی خواهی داشت که 3 روز و 3 شب بدون خاموش شدن دوام میاره. پرکاربردترین ترفند این روزهای بی برقی. اگه کلید خونتون رو گم کردید، سریع کبریت رو پود کنید، اون رو داخل سوراخ کلید بریزید، کبریت رو داخلش فرو کنید و آتیش بزنید. صبر کنید تا کامل بسوزه. قفل به راحتی باز میشه. چطور خلال دندون رو روی تخم مرغ متعادل نگه داریم؟ فقط کافیه خلال رو تو آب فرو کنید، بذاریم روی تخم مرغ میسته. این نشون دهنده قدرت وحدته. نخ رو هم دور یه بطری شیشه بپیچید، روی اون الکل بریزید و آتیش بزنید و سپس بطری رو به سرعت تو آب سرد فرو کنید. با عمل انبساط گرما و انقباض بطری از وسط نصف میشه. به جای اینکه به بچه‌ها اجازه بدیم تلفن همراه دست بگیرن، این آزمایش‌های علمی رو بهشون نشون بدیم و 3 تا قلبم برای من بزنن.